سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز چهارشنبه 3 دکبر همراه شما. عبدالغفور آرزو سفیر افغانستان در تاجیکستان گفت دو کشور می توانند با همکاری نزدیک خطرات احتمالی گروه‌های تندرو در مرز را از بین برند. عبدالغفور آرزو روز 3 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای انتظامی و امنیتی تاجیکستان و افغانستان قادرند که هر گونه گروه‌های مسلح تندرو را نابود کنند. همکاری دو جانبه برای مهار کردن مبارز تروریستا و عملیات اکستریمیستا یک امر ضروری است که خدا را شکر که بین حکومت افغانستان و حکومت تاجیکستان این همدلی وجود داره که با هم متحدن و مشترکاً بر علیه همه تروریستا و اکستریمیستا مبارزه کنند. دیپلماتی بلندپایه افغان در آستانه سفر عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس شورای ملی و یا پارلمان افغانستان به تاجیکستان صحبت کرد که او شام 3 دکبر واردی دوشنبه شد. عبدالغفور آرزو افزود تبادل مال میان افغانستان و تاجیکستان در یک سال بیشتر از 200 میلیون دلار را تشکیل داده است. حفیظ بابایاروف پژوهشگر جوان تاجیک میگوید حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نباید از نام خدا و مسلمانان به منفعت خود استفاده کند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت بهتر است اگر حزب نهضت به جای بحث‌های کم اهمیت درباره پوشیدن حجاب و رفتن به مسجد برنامه برای رشد تاجیکستان پیشنهاد کند. درخواست ما این است که حزب نهضت اسلام، از نام مسلمانان، از نام خدا دیگر گپ نزند و این حق هم مثلا هیچ کس نه قانون نه مثلا یگان کس به حزب نهضت نداده است که از نام اسلام، از نام مسلمان، از نام خدا گپ زند. حفیظ بابایاروف کارمند مرکز آموزش روندهای معاصر و آینده‌نگری اکادمی علوم تاجیکستان است. پژوهشگران این مرکز چند پیش با نشر یک اظهارات گفتند حزب نهضت اسلامی تجسمگر سیمای ملت تاجیک نیست و مثل سازمان تندروی دولت اسلامی برای جامعه خطر دارد. در یک نشست در شهر دوشنبه نمایندگان سازمان‌های حامی حقوق انسان در تاجیکستان از حکومت خواستند با هدف تامین حقوق بازداشت شده‌ها کودکس جنایی مرافعه‌ای را اصلاح کنند. در این نشست که روز 3 دکبر برگزار شد، دادستان و دادرس‌ها، مفتشان و دیگر نمایندگان نهادهای قدرتی و حفظ حقوق تاجیکستان شرکت کردند. کمبودی که می‌واسه در کودکس مرافعه جنایی و در عملیه مرافعه جنایی رو می‌خوان اینها در مورد алоҳидаи кодекси мурофиаи ҷиноятӣ махсусан қайд карда шуданд ва он тағйироти иловие ки бевосита аз тарафи қонунгузор ворид карда мешаванд ба матни кодекси мурофиаи ҷиноятӣ шомилияти онро медиҳанд ки кодекси мо ҳоло мукаммал нест, балки як қатор моддаён барои тағйири илова эҳтиёҷманд аст. در جلسه گفته شد ماموران میلیسا در تاجیکستان بعد از بازداشت متهم به جنایت حقوق او را نادیده میگیرند، از جمله سری وقت با وکیل دفاع تامین نمی کنند. در گذشته در تاجیکستان این گونه حادثه ها نیز دیده شده است که فردی متهم به جنایت بر اثر لط و کوب ماموران میلیسا جان داده است. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند در ظرف 11 ماه گذشته 385 تن فروش را دستگیر کردند و از آنها جریمه ستاندند. به گفته مقامات در این مدت همچنین 275 فاحشه‌خانه ها را بستند که نظر به سال گذشته زیادتر است. این زمان یکی از این تنفروشان روز 3 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که خود مقامات انتظامی به آنها در ادامه کارشان کمک میکنند. در تاجیکستان برای تنفروشی از 400 تا 800 سامانی جریمه تعیین شده است، ولی دختران تنفروش میگویند از بیکاری و ناعلاجی مجبور میشوند از این راه زندگیشان را پیش برند. و گفتگوی مفصل در این باره در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم صمیمه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن های همراه.